أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 13 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 14 را از این کتاب تعلیم زبان عربی برای شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الرابع عشر، یعنی درس 14. درس 14 همچنین دارای چند از کلمه های نو هست. این کلمه های نوی درس 14 هست که اینها باید حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید فنجانون. فنجانون یعنی پیاله. جمع فنجان یعنی فنجان مفرد است، جمعش می شود فناجینو، یعنی پیاله ها. فناجینو، پیاله ها. این جمع صیغه منتهی الجموع هست، چطوری که می بینید آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این می گوید سکرون. سکرون یعنی شکر. شکر رو میگویند عرب ها. بعد از این میگوید سکریتون. سکریتون یعنی شکردان یا شکرگیرک، ظرفی که در آن شکر رو میگیری، همون را عرب ها سکریتون میگویندش. اگر میخوای سکریتون رو جمع بکنی بگوی شکردان ها، میگد این تای آخرش را بگیرو، در جای این تا الف و تا را همراه کن، میشود سکریتون، یعنی شکردان ها. پس میشود جمع و جمع مؤنث سالم. پس میگویی سکریتون یعنی شکردان ها. بعد از این میگوید قهوتون. قهوتون یعنی کافه، یا پس میگویند قهوه. به زبان فارسی تاجیکی هم همچنین قهوه میشود. بعد از این میگوید شایون. شایون یعنی چای. شایون یعنی چای. بعد از این میگوید بیسکری، یعنی با شکر یا همراه شکر. بیسکر یعنی با شکر. بعد از این میگوید ماذا. ماذا این سوال است، یعنی چی. ماذا یعنی چی. بعد از این میگوید ماذا تفعلو. چی کار میکنی تو. ماذا تفعلو یعنی چی کار میکنی تو. تفعلو فاعلش ضمیر مستتر، تقدیرش انت می شود. ماذا تفعل انت یعنی چی کار میکنی تو. بعد از این میگوید که لا یفعلو. لا یفعلو یعنی نمی کند. لا یفعلو نمی کند. این لای نافیه است. لای نافیه است، لای ناهیه نیست. لای ناهیه که میشد باید آخر فعل مضارع را جزم میکرد. لا یفعل یا لا تفعل یعنی نکن، باز میداشت، نهی بود. اما این لای نافیه که هست، لا یفعلو یعنی نمی کند در زمان آینده. نمی کند وی، در تحتش فاعلش ضمیر مستتر هو است. لا یفعل هو یعنی نمی کند وی. بعد از این میگوید هل تفعلو. آیا میکنی تو. هل استفهامیه. تفعلو میکنی تو، و تو یکی گفته استاده میکنی تو. این تو در تحت این
ضمیر مستتر است انت. هل تفعل انت یعنی آیا میکنی تو. پس بعد از این فعل ها رو برای ما و شما بیان میکند. میگوید هو یفعلو یعنی وی میکند. هو وی یفعلو میکند. یا میتونیم ما یفعلو رو ترازو بگیریم، هر فعل بیاریم در جای این بگذاریم. مثلا از فعل های خواندگیمون فتح یفتحو، پس بگیم هو یفتحو وی مرد میکشاید. یا قرأ یقرأو، پس بگیم هو یقرأو یعنی وی مرد میخواند. میشود یفعلو رو ما ترازو بگیریم، هر فعل بیاریم در وزن این بگذاریم. یا میتوانیم که یفعلو رو خودش ترجمه بگیریم که میکند، انجام دادن کاری. هو یفعلو وی انجام میدهد کاری را. یعنی یفعلو در اولش یا بیاید برای غائب است، کسی که در نزد ما نیست. یفعلو انجام میدهد وی مرد که در نزد ما نیست، یا ما در بارش گپ زده ایستاده ایم. بعد از این میگه هی تفعلو وی میکند، اینش مؤنث است، زیرا که هی ما شما میدونیم که ضمیر مؤنث است، ضمیر غائب مفرد مؤنث. تفعلو همچنین میکند به مثل یفعلو، ترجمهش هردش یک است، فقط فرقیت چون همین است که یفعلو برای مذکر است به یا سر می شود، تفعلو برای مؤنث است به ت سر می شود. پس بیارید مثلا یک زن رو بگوید تو میکشایی یا که وی میکشاید، چطور میگیم؟ میگیم هی تفتحو به ت سر میکنیم. پس اگر ما بگیم وی میخواند چی میگیم؟ میگیم هی تقرأو ت سر میکنیم، زیرا که مؤنث است. مؤنث به حرف ت شروع میشود اولش در فعل مضارع. پس تفعلو این برای مؤنث است. هی تفعلو وی انجام میدهد کار را. بعد از این میگه انت تفعلو. انت تفعلو یعنی تو میکنی. انت تو، ضمیر مخاطب مفرد مذکر، تفعلو میکنی. پس دقت بتید هی تفعلو، تفعلو را دقت بتید، و انت تفعلو، این تفعلو را دقت بتید. هر دش یک نمود است، هر دش یک خیل است و هر دش حرکتاشون یک است، در اولشون حرف ت است. پس اینها را از کجا فرق میکنیم؟ از جمله فرق میکنیم. از وقتی ما در داخل جمله دیدیم تفعلو رو میبینیم اگر که برای وی زن میکند موافق باشه، پس میگیم تفعلوی غائب مفرد مؤنث است. اگر دیدیم برای وی زن میکند موافق نباشد، ترجمه تو مرد انجام میدی باشد، پس میگیم که مفرد مخاطب مذکر است. تفعلو، انت تفعلو، تو انجام میدی. پس دو صیغه ما یک خیل هستند، یک نمود هستند. فقط در جمله ما فرقشون میکنیم که این انت تفعلو یا که هی تفعلو هست. بعد از این میگوید انتی تفعلینا. انتی تفعلینا یعنی تو زن میکنی. انتی مفرد مؤنث است، تفعلینا انجام میدی تو زن. دقت بتید تفعلینا در اینجا ما چند چیزها داریم. یکمش ت در اولش برای مخاطب مؤنث است، برای مخاطبه مفرد مؤنث این ت. تفعل ف و عین و لام این اصل کلمه است. اما یا یکی در اینجا است تفعلی، این یا برای مؤنث است، زن. تفعلی این نونی که در آخرش میبینید این نون عوض رفع است. نون عوض رفع است که بعضی وقتا حذف میشود. مثلا اگر بگویی که لن تفعلی، نون حذف شد، یا میگویی لم تفعلی، نون حذف میشود. این نون همیشه ثابت نمیماند، این نون گاهی حذف میشود. پس انتی تفعلینا یعنی تو زن انجام میدهی. اگر ما را ترازو قرار بدیم پس میگیم انتی تفتحینا یعنی تو زن میکشایی، یا انتی تقرئینا تو زن میخوانی. دقت دادید؟ تقرئینا، تفتحینا، تفعلینا،
اینها همش خاصی زن هستند، خاصی مفرد مؤنث یک زن. بعد از این میگه انا افعلو، یعنی من انجام میدهم. انا افعلو یعنی من انجام میدهم. پس دقت بدید انا من هست، ضمیر مفرد متکلم. بعد از این افعلو، این همزه که در اولش میبینید این همزه برای خاص متکلم است، برای گپ زننده است. در اول هر فعل بیارید همین همزه را بمونید. مثلا اقرأو من میخونم، اکتبو من مینویسم، افتحو من میکشایم. دقت دادید همین همزه را آورده در اول فعل موندید، در اول فعل ماضی میشود فعل مضارع، میشود برای متکلم، برای گپ زننده. پس انا افعلو من انجام میدهم. پس این هست کلمه های نوی درس 14. پس میگذاریم به حوار این درس 14. صاحب کتاب از همین کلمه ها و از کلمه های درس های گذشته برای ما و شما یک حواری، یک گفتگوی زیبایی را تقدیم میکند. میگوید که لی فنجان کبیرون، یعنی من دارم پیاله کلان، یا در ترجمه میگوید که من پیاله کلان دارم. دارم رو در آخر ترجمه میکنید. پس لی جار و مجرور خبر مقدم هست، متعلقش خبر مقدم است. فنجانون مبتدای مؤخر است، کبیرون صفت فنجان است. چطوری که درس گذشته گفتیم نعت منعوت را، صفت موصوف را 10 چیز از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. پس این همون است، فنجانون کبیرون. پس اینها نعت و منعوت هستند. بعد از این میگوید لک فنجانون صغیرون. لک فنجانون صغیرون یعنی داری تو پیاله میده. لک فنجانون صغیرون یعنی داری تو پیاله میده. پس این لی فنجانون کبیرون، لک فنجانون صغیرون، اینها را می شود بگیم از تو است پیاله کلان، یا بگیم از من، لی فنجانون کبیرون از من است پیاله کلان، لک فنجانون صغیرون از تو است پیاله خرد. این طورم ترجمه ممکن است. باز جایز است که ممکن است که بگیم لی فنجانون کبیرون یعنی دارم من پیاله کلان، لک فنجانون صغیرون داری تو پیاله خرد، پیاله میده. هر دو ترجمه در اینجا درست است، ممکن است. بعد از این میگه لمن ذاک الفنجانو، یعنی از کی است آن پیاله. لمن جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم، ذاک مبتدا، الفنجانو بدل. لمن ذاک الفنجانو از کی است آن پیاله. ذاک گفتیم اسم اشاره برای بعید است. بعد از این میگه لهذا الولدی یعنی از این پسر، لهذا الولدی از این بچه. ببینید لهذا الولدی، لی حرف جر، هذا اسم مجرور، الولدی بدل از هذا، جار و مجرور متعلق به کائنون خبری چی است؟ خبر مبتدای محذوف. در اینجا مبتدا نیست، مبتدا را صاحب کتاب حذف کرد. میتوانست بگه که ذاک الفنجانو لهذا الولدی، یعنی آن پیاله از این بچه است، از این پسرچه است، از این پسر است. دقت دادید؟ ذاک الفنجانو در اینجا مبتدای ما محذوف است. از کجا فهمیدیم ذاک الفنجانو مبتدای ما هست؟ از سوال لمن ذاک الفنجانو، از سوال فهمیدیم. در اینجا بارها تکرار کردیم که حذف مبتدا جایز است. بعد از این میگه هل تشرب الشای بالسکری، یعنی آیا می نوشی چای را با شکر؟ دقت دادید؟ اکنون دقت بدید، هل حرف استفهام است. تشربو اینجا در دو فعل ما تشربو است. یک تاش تشربو می نوشد وی زن، یک تاش می شود می نوشید تو یک مرد. دقت دادید؟ تشربو دو ترجمه می شود، اما در اینجا تشربویی که ما ترجمهش میکنیم تو مرد گفته ترجمه میکنیم. چرا؟ زیرا که از سوال معلوم است که برای مخاطب است،
یعنی کسی که در پشمان است. در پشمان که باشد، مرد باشد تشربو میگوییم. اگر زن باشد چی میگیم؟ زن باشد میگیم تشربینا. دقت دادید؟ هل تشربو شایه، آیا منوشی تو مرد شایه چای را بالسکری با شکر؟ هل تشربو شایه بالسکری، آیا منوشی چای را با شکر؟ دقت بدید. هل حرف استفهام، تشربو فعل مضارع برای مفرد مذکر مخاطب، الشایه این مفعول به است. پس تشربو را فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، تو مرد. بالسکری جار مجرور متعلق به تشربو، یعنی که نوشیدن چای با چی نوشیدن؟ با شکر. بعد از این جوابش میگه نعم، یعنی بله، آره، این حرف جواب است. جواب دادو، بعد میگه اشربو. این اشربو را مگر نمیگفت؟ گپش فهمو بود، اما گفت اشربو یعنی می نوشم من. چطور گفتیم همزه، این الف همزه در اول فعل بدراید، برای متکلم است، برای گپ زننده. پس میگه اشربو یعنی من می نوشم. اشربو یعنی من می نوشم. بعد از این میگه هل تشرب القهوه باللبن، آیا می نوشی قهوه را با شیر؟ آیا می نوشی قهوه را با شیر؟ هل حرف استفهام، تشربو فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، القهوه مفعول به، باللبن جار مجرور متعلق به تشربو. هل تشرب القهوه باللبن، یعنی آیا می نوشی کافه را با شیر؟ آیا می نوشی تو کافه را با شیر؟ یا می توانیم ما باللبنی را جار و مجرور متعلق به کائنن بگیریم در حال نصب حال از قهوه شود. یعنی می نوشی کافه را در حالی که با شیر یک جا شدگی است. این طور گفتنمون افضل و خوبتر است. در اولینش هم هل تشرب الشای بالسکری، بالسکر این حال از، در محل نصب حال از چای می شود. چایی که در حال بودنش آمیخته شده با شکر است. این طور بگوییم بهتر و خوبتر است. پس بالسکر این جار و مجرور در محل نصب حال از چای می شود. باللبنی در محل نصب حال از قهوه می شود، یعنی در حالی که قهوه آمیخته شده با شیر هست. این طور بهتر و خوبتر است. بعد از این میگه لا، حرف نفی جواب داد که نه، یعنی نمی نوشیده است. میگوید که لا اشرب القهوه باللبن، نمی نوشم. لا اشربو الف گفتیم برای متکلم است. میگه نمی نوشم قهوه را با شیر، نمی نوشم قهوه را با شیر. اینجا باللبن همچنین می شود حال از قهوه بگیریم، حالی که قهوه آمیخته شده با شیر هست. بعد از این میگه یا فاطمه تو این انتی، میگه ای فاطمه کجا هستی تو؟ یا حرف ندا، فاطمه تو منادا، اسم مفرد که بود مبنی علی الضم شد. یا فاطمه تو این انتی، کجا هستی تو؟ این خبر مقدم، در متعلقش خبر مقدم، انتی مبتدای مؤخر. یا فاطمه تو این انتی، ای فاطمه کجا هستی تو؟ انتی برای مؤنث است، ضمیر مخاطبی مفرد مؤنث. بعد از این میگه انا هنا فی الحجرتی، میگه من اینجا در حجره هستم. انا هنا فی الحجرتی، من اینجا در حجره هستم. انا مبتدا، هنا ظرف است، فی الحجرتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبری انا است، خبری مبتدا است. بعد از این میگه ماذا تفعلین فیها، یعنی چی کار میکنی در آنجا؟ ماذا چی، تفعلین انجام دادن کار برای زن. از کجا فهمیدیم برای زن؟ برای این یا دارد. ببینید ماذا تفعلین،
چی کار میکنی تو زن، یعنی فاطمه را گفته استوده است، فیها در آنجا، در حجره. ماذا تفعلین فیها، یعنی چی کار میکنی در آنجا. میگوید که اقرأ کتابا عربیا، میگوید میخوانم کتاب عربی را. اقرأ در اولش ببینید همزه دارد برای متکلم. اقرأ من میخوانم، کتابا مفعول بهی باز میشود منعوت، عربیا نعت است، کتابا موصوف است، عربیا صفت است. دقت دادید؟ یک دیگر از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. اقرأ کتابا عربیا، کتابا که شد از این حساب عربیا شد، نصب شد آخری هر دویشان. بعد از این میگوید این السکر، در کجاست شکر. این متعلقش خبر مبتدا مقدم، السکر مبتدای مؤخر. در جواب میگوید که فی السکریة علی الطاولة، فی السکریة علی الطاولة، میگوید در شکردان بر بالای استال است. دقت دادید؟ پس فی السکریة، فی حرف جار، سکریة اسم مجرور، علی الطاولة بر بالای استال. اکنون در اینجا فی السکریة جار مجرور متعلق به کائنون، خبر مبتدای محذوف. یعنی چی است؟ مبتدای ما از سکرو است. در اینجا از سکرو را ننوشته است، در اینجا جایز است گفتیم حذف کردن مبتدا. از سکر فی السکریة علی الطاولة، یعنی شکر فی السکریة در شکردان است، علی الطاولة بر بالای استال. پس اگر ما این طور که بگوییم میگیم از سکرو مبتدای ما محذوف است. فی السکریة، فی حرف جار، سکریة اسم مجرور، جار مجرور متعلق به کائنن، زیرا اینکه این فی السکریة حال از شکر است. حال شکر را بیان میکند که شکر در حال بودنش در شکردان است. علی الطاولة، اکنون این علی الطاولة پس ما میتونیم بگیم که خبر است. علی الطاولة جار مجرور متعلق به کائنون، خبر مبتدای محذوف است. این طور گفتن جایز است. علی الطاولة یعنی بر بالای میز است. بعد از این میگه که سعید یشرب الشای، سعید یشرب الشای، یعنی سعید می نوشد چای را. سعید یشرب، ببین با یا سر شد، زیرا اینکه یشرب هو وی می نوشد، یعنی سعید، ما درباره سعید گپ زده شدیم که سعید چای را می نوشد. بعد از این میگه عثمان یاکل الخبز، عثمان می خورد نان را. عثمانو، ببینید آخرش تنوین قبول نکرد. برای چی؟ به خاطر آنه که این عثمانو این غیر منصرف است. غیر منصرف بودیم آخرش تنوین قبول نمی کند. این به 2 علت تنوین قبول نکرد، به 2 سبب. سبب یکمش که علم هست، یعنی نام هست، نام شخص هست، نام آدم هست. و دوم در آخرش الف و نون زائده دارد. عثمانو، الف و نونی که در آخرش میبینید زائده است. از این حساب این تنوین را قبول نمی کند. این نامش همچنین غیر منصرف است، این تنوین را قبول نمی کند. عثمانو نمیگیم عثمانون. در اینجا ببینید سعیدون گفتیم، برای سعیدون ممنوع من الصرف نیست، یعنی غیر منصرف نیست. اما عثمانو غیر منصرف است، از این حساب این تنوین را قبول نمی کند. میگه عثمانو یاکل الخبز، یعنی عثمان میخورد نان را. عثمان میخورد نان را. بعد از این میگه که من یقرأ فی البیت، یعنی کی میخواند در خانه. من یقرأ فی البیت یعنی کی میخواند در خانه. من استفهامیه برای عاقل است. از یک شخص عاقل پرسیده استادیم، از چیزی عاقل پرسیده استادیم که کی. یقرأ میخواند هو وی، کیست میخواند وی، همون کس. فی البیت در داخل خانه. میگه فاطمه تو تقرأ، فاطمه میخواند. فاطمه تو تقرأ،
فاطمه میخواند. ببینید فاطمه مؤنث کی است؟ با تا سر کرد. تقرأ یعنی میخواند. میخواند کی؟ وی یعنی فاطمه. تقرأ هی در تحتش فاعلش ضمیر مستتر تقدیرش هی است یعنی میخواند وی یعنی فاطمه. پس این هست حوار درس 14. حوار درس 14 این می باشد و درس 14 را در اینجا به پایان می رسانم و یکایک شما را به الله تبارک و تعالی می سپارم. هر کجایی که باشید سربلند و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.